مادرای عزیز، مراجعت همچون یک فرزند شما برای شما از نام پیامبر این است که تا زمانی که جان در بدن داری جایگاه خواب تو باید از پهلوی شوهر دور نباشد. یکم حقی که شوهر بالای تو دارد انا همین است که باید تو فقط از بری شوهر وقت جدا می شوی که خدا جان تو را قبض می کند. تا آن زمان باید جایگاه تو در پهلوی شوهرت باشد. بسیاری مادرای ما اگر اهمیت داده باشیم وقتی سین سال اونها کمی که بالا رفتن میگیرد دیگر جایگاه خوابش عوض میکند، نزد نبیره هاش میرود، نزد کلین ها میرود، نزد فرزند ها میرود یا خانه دیگر را برای خود اختیار میکند و اگر از او پرسی هم میگوید خیلی دیگر مقصد خواب ما در پهلوی شوهر چی معنی دارد؟ یا یک عمر مثال ما همراه همین شوهر بودیم، خیلی فرقش چی بوده است؟ من در دیگر خانه، این در دیگر. نه، فرقی خیلی کلان دارد. اگر فرق نمی داشت، اگر مهم نمی بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این در حدیث مبارک برای ما بیان میکرد. برای این مادر عزیز از کلین هم دیده، از نبیره هم دیده، از فرزند هم دیده، برای تو عزیزتر شوهری توست. بگذار بیمارم باشد، بگذار مهمانم باشد، یک دم با او، ولی از پهلوی شوهر هیچ وقت باید جایگاه خواب تو جدا نباشد. مادر عزیز، این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بگذار دیگر بین شما خانداری هم که نباشد، بگذار در بین شما دیگر حوث یک جای شدن هم که نباشد، ولی پهلو به پهلوی شما خوابیدن تمام ملائکه های خدا دوست ندارد که شما پهلو به پهلو خواب باشید. یکم حق شوهر بالای زنها انا همین است. دویم حبیب خدا گفتند و ان تطیع امره، دویم فرمان شوهر برای تو اولین درجه باشد. هر چی شوهر برای تو امر میکند مادر عزیز، نه قواق انداختن در کار، نه گردن کشی کردن در کار، نه کلمه نه استفاده بودن در کار، بلکه با لبی با جان و دل خوب شده است باید که از زبان تو صدا دهد. وقتی که اگر شوهر برای تو امر میکند، مگر مادر عزیز اگر شوهری که تو را امر کند که خلاف قرآن و حدیث باشد سخنش قبول نکن، سخنش رد کن، زیرا که هر کی سخن خدا و رسول یک جانب گذارد و حق خودش پیشکش کرد، اینجا در او چی هست؟ او ناحق است. ما حق قبول کردن سخن او نتانیم. سوم و ان لا تخرج الا باذنه. حبیب خدا گفتند دیگر حقی که شوهرها بالای شما مادر عزیز دارند این است که وقتی که از خانه بیرون شدی حتمی شوهری خود آگاه کن که مردک میگوی، شوهر جان میگوی، پدر کودکا میگوی، هرچی میگوی خبردار کن من بازار رفته ایستادم، یا من بیمارخانه میروم، یا من خانه پدر رو میروم. حتمی باید که از این بیرون شدن تو شوهر آگاه باشد. خواهر عزیز، ولی اگر شما برای نو اگر چی آمده به خانه رسین و شوهر درکم نداشته باشد، شما همچنان تصور کنید که رفتن و آمدن شما لعنت ملائک بالای شماست. برای همین خوب میشد مادرها و خواهرای عزیز هر جایی که خواهش رفتن دارین با مصلحت شوهرهاتون شود. سوم. چهارم و ان لا تدخل الیه من یکره. چهارم حتی که شوهرها بالای شما دارن مادر عزیز، هر مردی را که شوهر تو در همین دنیا بد میبیند و گوید که همین باید که در خانه من مهمان نشود، شما حقی باید در خانه مهمان کردن ندارین. هر یک شخصی را که شوهر تو برای خود مثال بد دیده است یا دشمن خود میداند، پس اگر تو را امر کرد که وی باید در خانه من اصلا مهمان نشود، خواهر عزیز اطاعت کن، اون باید در خانه تو هیچ وقت مهمان نشود. و دیگر و ان تصوم یوما واحدا الا باذنه الا الفریضه.
حبیب خدا گفتند دیگر حقی که شوهر بالای شما مادر عزیز دارد این که بغیر نماز بغیر روزه فرضی همه روزه هایی که دیگر گرفته می شود باید که از شوهر پرسیده شود که مردک پگاه من روز دوشنبه میگیرم یا روز پنجشنبه میگیرم، همین هم باید تو پرسی. یا اگر روزه های ایام 20 13 14 15 هر ماه یا 9 10 ماه محرم یا 6 روز از ماه شوال، اما به روزه ماه رجب مثلا حجت نداریم، دلیل نداریم مادر عزیز، یا روزه مریمی که بعضی مادرای ما میگیرن که اینا از ما نیستن، این روزهایی که من بیان کردم که موافق حدیثن، اینها را باید از شوهر پرسید. اگر شما نپرسیده گرفتین، حبیب خدا گفتند ثوابش به شوهرت میرسد و گناهی به اطاعتیش در نامه اعمال تو نویسانده می شود. تو روزدار تا بگاه و ثواب روزه را مردک شوهرت میگیرد و برای خبردار نکردن اطاعت نکردن در نامه اعمال خدا گناه می نویسد. و ان لا تعطی من بیت شیئا الا باذنه. و دیگر حقی که مادرای عزیز شوهرها بالای شما دارند، از خانه شوهر چیزی داده مثل از بحر صدقه دادن نمیتوانی تا از شوهر نپرسی. هر چیزی که از خانه اگر به کسی صدقه دادی، خواه به خویش و تبارت، خواه به همسایه ها هست، به هر کسی نباشد، شوهر باید آگاه باشد. اگر شوهر آگاه نکردی مثل روزه می شود. ثواب صدقه را خداوند در نامه اعمال مرد می نویسد و ثواب خبردار نکردن اطاعت نکردن را در نامه اعمال تو خدا می نویسد. این است مادرای عزیز حق شوهر بالای شما زنها. و این